از فیزیک آماتور تا کارت IFBB. عباس موسی‌نژاد. عباس متولد شهریور 1365 در آذربایجان غربی و شهرستان خویی. عباس موسی‌نژاد 16 سال از زندگی خودش رو در تهران و ساکن شهریار بوده. اون در شرکت سایپا در خط تولید مونتاژکار بود و از کارگری تا به اینجا رسیده. اولین مسابقه عباس موسی‌نژاد در کرج و در سال 90 اتفاق میفته. اون در شهرستان ماهدشت موفق میشه که اولین مدال زندگیش رو دشت کنه. بعد از اون در مسابقات بادی بیلدینگ در دسته 80 کیلوگرم مقام سوم رو به دست میاره. در شهریار بادی بیلدینگ سومی رو مجددا از آن خودش میکنه. بعدها عباس موسی‌نژاد سر به پاور لیفتینگ میزنه و قهرمان تهران هم میشه و حتی در کاپ کشوری و کاپ جهانی روسیه هم موفق میشه که در پاور لیفتینگ قهرمان بشه. بعد از برگشت عباس به رشته پرورش اندام در رشته فیزیک چند سال متوالی قهرمان تهران و اوورال توابع تهران میشه. ولی خب در آخر و در مسیری که انتخاب کرده بود موفق شد در مسابقات MPC در رشته فیزیک در کشور رومانی، تونس، لیبی و اربیل مقام‌های متعددی رو از جمله قهرمانی به دست بیاره. بعد از تصمیم به سویچ کردن 2 سال استراحت عباس موسی‌نژاد رو شاهد بودیم. اون بعد از ورود به رشته بادی بیلدینگ همه رو متحیر کرد. در اولین حضور خودش در مسابقات ارمنستان موفق شد که اوورال مسابقات بشه و کارت حرفه‌ای IFBB خودش رو به دست بیاره. در 2 سالی که عباس موسی‌نژاد از مسابقات و استیج‌ها دوری کرده بود مشغول ساختن پاهایی بود که وارد بشه به دنیای بادی بیلدینگ. در سال 2023 و در مسابقات ارمنستان موفق شد که کارت حرفه‌ای خودش رو از آن خودش کنه. همچنین بلافاصله در سال 2024 در کلاسیک فیزیک در جام ویلیام بولاک در هلند موفق شد که مدال خودش رو در گردنش شاهد باشه. و اما آخرین رقابت عباس موسی‌نژاد همین چند روز پیش در سال 2025 در سنگین وزن MPC اربیل مدال طلایی خوشرنگی بود که از آن خودش کرد. آرزوی موفقیت داریم برای عباسی که شاید راهی رو برای خودش انتخاب کرده تا ستاره رشته ورزشی بادی بیلدینگ باشه. امیدواریم در مسابقات آینده شاهد درخشش عباس موسی‌نژاد باشیم. همونطور که مطلع هستیم این بار کارت حرفه‌ای MPC و ورود به